سلام بچه، امیدوارم که حالت تو خوب باشه. بچه امروز هم با یه چالش دیگه اومدم. تازه از خواب بیدار شدم. همین که بیدار شدم گفتم بلند شم فقط ویدیو رو بگیرم تموم شد. امروز قرار بابا بشینی. پدر آدم در میاد تا ویدیو بگیری. امروز قراره که با این چند تا از این دوتا آقایون رنگو قراره که بابا من گرفتمش تا انجام بده با این چند تا بقا سه تا چهار تا خب کچی قراره که باهاشون بچه ها موشک بزنن. بس همون قدیمای خودمون که وای میزه با کاغذای به جای که مشقام بنویسیم باهاشون میمدیم موشک درست میکردیم. حالا از این چیزا 4 تا انگشتی ها بازی میگه. حالا از این چیزا یکیش ساده درست کنه یکیش مخصوص باشه. شما میمونید جام جهانی نگاه بده درست کنه. نگاه کنید با خیلی دقت. گفتی اینو ساده میخوام درست کنم اون یکی رو مخصوص. خب این ساده هم باید یکم با دقت باشه که بعد میخوای بخوری یا میخوای ببری؟ میخوای ببره. خدا این آقای رنگای دومی میگه من بلد نیستم درست کنم. حالا من چیکارش کنم اینو؟ خب تو هم درست کن. یکیشو تو همینطوری ساده درست کن. اینم چیکار میکنه؟ هر دست همین ببین درست کن. نگاه خدا کارو بگیر. تموم شد. حالا چی داری سنگ درست میکنی؟ بلد نیستم. یو حسین همونو بذار درستش کردی. نه این میخوای دیگه درست کنم موشک اینجا. خدا یکی نگاه کن. یکیش بزرگی یکیش کوچیکی باش. یکی اصلی الان درست میکنم. نگاه کنید سفره ماهی شد. چی دارم درو همین بیار مکتر نشون بده. هواپیمای مسافربری باشه. نگاه ولی خوبم میره ها. سقوط میکنه. هواپیمای مسافربری خیلی طولانیه. خیلی هم مال حمید ببینید. مخصوصش چجوریه؟ همین بیاد تو قابم. نه دیگه برو همون سر جد بشی. خب صفو بازش که چطوری درست کردی؟ اول مخصوص اینطور نیست. اول اینطوری میکنید اما نمیکنید. اول اینطوری میکنید غلط میکنه گیر بده. مگه کیه که گیر بده؟ نگاه کنید عقابم داره. نگاه کن عقابیه. عقاب درست کرده ای. نگاه خدا وکیل یکیش بکن. حالا اون یکی عقاب تو بیا. موشک اول خوب شد. خب بریم برای تست اولیش. حمید برو. حمید بنداز. نگاه همین اصلا نشد بگیری ازش. یه بار دیگه بنداز. حمید آروم بنداز حداقل بتونم با ویدیو بگیر. همین نه صفو واقعا نگاه کن خیلی خوب. زودی باش. همین برو بعدش. مسافر بری ها؟ تو که برو خود رو ببندید یا سلف همینجا افتاد. خب پیش پامون ایناش. برو از دوباره بند. این یکی عبودیه. این هم همونجا افتاد. نوبت تو بنداز ببینم مال تو تا کجا میره. حاجی این یکم رفت. اینا چرا میچرخن بابا؟ فکر کن اصلا ما موشک ساز نیستیم. خب بچه اینو از ویدیو خیلی غیر محتوا سازی خیلی بد شده. محتوا سازی افتضاح شده. بابا اینا نمیذارم من ویدیو بگیرم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه لایک، کامنت و ساب فراموشتون نشه.